با اینکه گوشتش خیلی کمه ولی خیلی طرفدار داره. ببینید همجوری چیپسی میندازید، خوب اگه سوخاریش کنید اصلا استخونش هم نمیخواد در بیارید، راحت استفاده کنید. یه سوال پرتکراری که دارید که چند تا این میشه 1 کیلو. ببینید 1 و 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20. ببینید تقریبا 25 تا 30 تاش میشه 1 کیلو. این سایزه بعضی موقع درشتر میاد 10 تاش میشه 1 کیلو یا 15 تاش میشه 1 کیلو. این پرفروشترین سایزه، کوچیک‌تره قشنگتر چیپسی میشه. بیاین جلو پاک کردنش هم ببینید. هرچند که ما پاک شده براتون میفرستیم ولی پاک کردنش خیلی راحته. یه پوست فقط، این پوستش رو راحت میکنید. تمام. خرید این ماهی با کیفیت و کمیاب از طریق سایت و واتساپ راحت میتونید خرید کنید. دهنش رو ببینید یه وری. یه عده میگن بابا ما بلد نیستیم پاک کنیم، حوصله‌اش هم نداریم. ببینید اینجوری پاک میکنیم براتون. پاک شده، تمیز، وکیوم شده میاد در به منزلتون بی دردسر. فقط اون پک رو باز میکنید، میندازید سرخش میکنید. بریم رو بسته. ببینید اینجوری تا 6 ماه تازه تو فریزرتون میمونه چون کلا هواش کشیده میشه. به به. اینم از صورتی جذاب که پاک شد. به این صورت بیاد در به منزلتون بی دردسر.